دوستان سلام، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه، هفته‌های معاملاتی خوبی رو سپری کرده باشید. امروز میخوایم با همدیگه یه نگاهی بندازیم به محدوده های ساپورت رزیستنس، اما از نگاهی به نوعی متفاوت تر. ما توی مارکت بسیار میبینیم محدوده هایی رو که به عنوان یک نقطه فرض مثال به عنوان یک نقطه ساپورت برای مارکت عمل می‌کردن، یک نقطه‌ای بودن که مارکت رو حمایت می‌کردن و بعد از اینی که شکسته میشن قیمت زمانی که برمیگرده حالا میان در واقع رزیستانس میشن، مقاومت میشن برای قیمت. میخوایم امروز به این قضیه از دید عرضه و تقاضایی نگاه بکنیم و از این دید نگاه بکنیم که اصلا چه اتفاقی میفته که قیمت مجددا برمیگرده به این نقطه و به این سوال پاسخ بدیم که چه لزومی هست که زمانی که قیمت میاد یک همچین سطحی رو میشکنه و ازش عبور میکنه چه نیازیه که خودش رو هلاک میکنه که ولو اگر شده در حد یک شادو برگرده و اون ناحیه رو مجددا تاچ بکنه و بعد از اون به مسیر خودش ادامه بده و حالا این مسیر ممکن صعودی یا نزولی باشه، به اونش کاری نداریم، ولی بسیاری از خطوط معتبری که توی مارکت وجود داره رو اگر برگردید توی گذشته مارکت ملاحظه میکنید که این خطوط بعد از اینکه شکسته میشن مارکت حتما بهشون برمیگرده و حتما یه سری به اونها میزنه. اینو میخوایم امروز با هم بررسی بکنیم، ببینیم دلیلش چی میتونه باشه. خب یک واقعیتی توی مارکت وجود داره، اونم واقعیت وجود الگوریتم ها هستند که الگو تریدینگ انجام میدن توی این مارکت. این یک واقعیت بزرگیه که بانک ها، مؤسسات مالی و جاهایی که نقدینگی های سنگین و کلانی رو دارن برای ترید کردن، تریدشون بر اساس یک الگوریتم داره انجام میشه. حالا این الگوریتم یا ربات یا انسانه، خیلی الان با اونش کاری نداریم که حتما من متقاعدتون بکنم که انسان نیست و ربات یا بالعکس، ولی یک الگوریتم داره ترید میکنه. یعنی چی الگوریتم؟ یعنی یک ساختار بدون احساس، یک تصمیم گیری بدون احساس و صرفاً از روی دو تا چارتای مارکت بر اساس یک سناریوی محکم و منظم شروع میکنه به ترید کردن و مطلقاً پاش رو از اون سناریو فراتر نمیذاره. این سناریو چی میتونه باشه؟ این سناریو میتونه وجود یک همچین خطی توی مارکت باشه. ما این خط رو به این شکل میتونیم توی مارکت متصور بشیم. حالا این خط رو من به عنوان مثال آوردم، جاهای دیگه مارکت هم میتونید بهش سر بزنید. از این خط و خطوط تا دلتون بخواد تو مارکت زیاده. یه قسمتی بوده که قیمت اومده بهش خورده، ریخته، بعد از اینی که شکستتش برگشته، دوباره برگشته و قیمت پامپ شده بالا و وقتی برگشته دوباره اینجا حمایت شده، برگشته دوباره حمایت شده، برگشته اومده دوباره حمایت شده، برگشته و مجددا اومده اینجا. نگاه الگوریتمی به این خط و خطوط اینگونه است که بیش از 80% تلاش ها برای شکست سطوح فیلد میشن و به همین خاطر زمانی که یک سطحی توی مارکت اتفاق میفته، الگوریتم ها به محض اینکه قیمت روی این سطح میاد اینجا وارد پوزیشن بای میشن، پروفیت میکنن، برمیگرده وارد پوزیشن بای میشن، پروفیت میکنن، برمیگرده وارد پوزیشن بای میشن، پروفیت میکنن. یه الگوریتم ممکنه اینجا 10 بار، 20 بار، 30 بار پروفیت بکنه و یک بارش هم طبیعتاً مواجه بشه
با یک فشار فروش سنگین، با یک اوردر سل سنگین که این ناحیه رو بشکنه و بره پایین. اوکی؟ یه موردی رو خدمتتون عرض بکنم. الگوریتم ها بدون استاپ لاس ترید میکنن. خیلی توضیح این پروسه مفصله که چرا بدون استاپ لاس ترید میکنن، چگونگی برنامه نویسیشون به چه شکلی هست که بهشون اجازه میده بدون استاپ لاس ترید بکنن. جاش توی این مقوله نمی گنجه. بحث در واقع میانگین گرفتن، کم کردن میانگین حرکتی و قیمتشونه، بحث وب گرفتن و این مسائله که حالا بعداً جلوتر توی ویدیوهای دیگه‌ای بهش میرسیم و براش توضیح دارم براتون. اما اینجا فقط بدونید که الگوریتم ها بدون استاپ لاس ترید میکنن. اوکی؟ اون چیزی که ما داریم ازش به عنوان الگو ترید صحبت میکنیم صرفاً اوردر اینتری و اوردر تی پی داره. اوردر استاپ لاسی براش وجود نداره. و این رو هم بدونید، الگوریتمی که داریم ازش صحبت میکنیم یک الگوریتم یک طرف است. یعنی چی؟ یعنی یه الگوریتمی توی مارکت وجود داره که فقط بایره، فقط توی نقاطی که چراغ سبز بهش نشون میده بای میزنه. خب این الگوریتم مطلقاً توی ساختار برنامه نویسیش چیزی به اسم سل وجود نداره، فقط نقاطی رو میگرده که بتونه توی اونها بای بزنه. توی پرانتز یه مسئله رو خدمتتون توضیح بدم. این به این مفهوم نیست که یه بانکی صرفاً از پوزیشن های لانگ سود میگیره ها، نه. اون بانک ممکنه 2 تا 3 تا یا 10 تا الگوریتم متفاوت داشته باشه. یه الگوریتمش صرفاً بایره، یه الگوریتمش صرفاً سلره، یه الگوریتمش تریدینگ رنج تریدره، یه الگوریتمش افزایش دهنده حجم توی مسیر الگوریتم های دیگه است. یعنی اگر یه الگوریتمش اینجا سل زده، یه الگوریتم دیگه وجود داره که اگر اینجا پتانسیل افزایش حجم رو میبینه میاد روی سلی که الگوریتم قبلی زده اینجا حجم اضافه میکنه. پیچیدگی های خاص خودشون رو دارن. الان فقط در نظر بگیرید که ما اینجا یک الگوریتمی رو داریم که توی این ناحیه بای زده و یه پروفیتی رو گرفته. توی این ناحیه مجددا برگشت قیمت بای زده، پروفیت کرده. اینجا بای زده، پروفیت کرده. اینجا بای زده، پروفیت کرده و اینجا بای زده اما دیگه اینو نتونسته پروفیت بکنه و تو ضرره. تا کجا تو ضرره؟ عرض کردم این الگوریتم استاپ لاس نداره که وقتی قیمت بیاد اینجا استاپ لاسش بخوره. تو ضرر میمونه تا کجا؟ تا جایی که از روی فشار خرید، فشار فروش، از روی در واقع اوردر فلو مارکت تشخیص بده که اون فشار سلی که اینجا وجود داشته اینجا داره پروفیت میکنه و از مارکت میره بیرون. زمانی که اینو تشخیص میده عرض کردم که این الگوریتم فقط بلده بای بزنه. اوکی؟ مجددا اینجا بای میزنه. به چه امیدی بای میزنه؟ به امید اینکه بتونه قیمت رو برگردونه به همون خط ساپورت و رزیستنسی که ما اینجا کشیدیم که الگوریتم ها اون رو به اسم بریک ایون میشناسن. و به این بایی که اینجا میزنه، به مکانیزم بایی که داره این اوردر این پایین رو داره اکتیو میکنه، بهش اصطلاحاً میگن مکانیزم بک تو بریک ایون. با مکانیزم بک تو بریک ایون اینجا مجدداً وارد پوزیشن بای میشه. چه اتفاقی میفته؟ فرض بفرمایید که $1,000,000 توی این بای وارد پوزیشن شده بوده و الان تو ضرره. اینجا توی استراتژی بک تو بریک ایون مجددا میاد همون $1,000,000 رو بای میزنه و اتفاقی که میفته اینه که مارکت رو میچرخونه و به نقطه بک تو بریک ایون خودش میرسونه.
پوزیشن بالایی 1 میلیون دلاری که تو ضرر بوده و سر به سر میبنده و پوزیشن پایینیش رو اون بالا تیپی میکنه و نهایتاً اون 1 میلیون دلاری که قرار بوده به عنوان مثال سود بگیره و سود میگیره. به عبارت ساده تر بخوام بهتون بگم، همیشه در محدوده های مقاومت حمایت دعوا بین الگوریتم های بایر و سلره، اما نتیجهش جالبه. در نتیجه هر دوی این الگوریتم ها پروفیت میکنند، فقط بحث سر اینه که کی زودتر پروفیتش رو بکنه. اگر اینجا سلره اول پروفیت بکنه، بایر بعدش پروفیت میکنه. اگر اینجا بایر پروفیت بکنه، سلره بعدش پروفیت میکنه. ببینید اینجا اون الگوریتمی که بای زده یه الگوریتم دیگه یا ممکنه اینجا رو سل زده باشه به امید شکستن این محدوده. اوکی؟ وقتی بایره زورش میچربه و مارکت رو میبره بالا، سلره میره توی ضرر و وقتی تو ضرره صبر میکنه، بایر که پروفیتش گرفت از مارکت رفت بیرون، سلره قیمت رو میچرخونه میاره پایین. فرض فرمایید که اینجا یه پوزیشن چه میدونم $1000 داشته و منفیه، اینجا مجددا سل میزنه همون $1000. فرض فرمایید اینجوریه ها، ممکنه اینجا 2 برابر حجمش سل بزنه، ولی فرض کنید همون $1000 رو سل میزنه و مارکت زمان که میچرخه اینجا این $1000 رو بک تو بریک ایون کرده و سر به سر ازش میاد بیرون. $1000 بالایی رو اینجا تیپی میگیره و از مارکت خارج میشه.